با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، رشد ساحه کشاورزی، استفاده عاقلانه آب و زمین و خاصه کشت کارتوشکا، رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده سنه 6 ایون سال 2021 در شهر و دهات پنجکین سفری کاری انجام داد. در آغاز سفری کاری رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در دهه دشت قاضی جماعت دهاتی یوری در مراسم به استفاده سپاریدن خط آبی نوشاکی شرکت ورزید و تاکید گردید که این تدبیر با اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری ساکنان دهه دشت قاضی جهت عملی سازی 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار که از جانب پیشوای معظم ملت در سطح جهانی اعلان شده است عملی گردید و به شرافت این لایحه 3000 نفر ساکنان دهه دشت قاضی و محله های اطراف آن با آب نوشاکی تامین می‌گردند. اینجا در یک فضای تنتنبی خط آب نوشاکی از طرف رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده گشوده شد و ضمن سخنرانی خویش باری دیگر درباره جشنواره‌های فرخنده 5500 سالگی سرعزم باستان آمادگی به سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحلیل بزرگداشت 110 سالگی استاد میرزا ترسونزاده 80 سالگی استاد لایق شیرعلی و دیگر موضوعهای مبرم روز سخن گفته با مردم یک صحبت آشکارا انجام داد. خوانندگان مساوی تحصیلات میانه عمومی و دیگر ساکنان دیه برای چنین توجه و غمخواری عرض سپاس نموده خوانندگان از اشعار شاعران پارچه‌های شعری قرائت نمودند. در جریان سفر کاری رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با رفت کشت کارتوشکا و حاصلگیری آن در خواجگی دهقانی اندر جماعت دهاتی لایق شیرعلی شناس گردید. ضمن شناسایی او بار دیگر ایرادهای جدی خویش را به رهبریت ریاست کشاورزی شهر پنجکین متخصصان و رهبریت این خواجگی جهت سری وقت توجه ظاهر نکردن به صفت تخم‌ها، غذادهی زمین، تامین آب و دیگر مسئله های مربوط به دست آوردن حاصل فراوان بیان کرد و بار دیگر اظهار داشت که باید نسبت ساحه کشاورزی مخصوصا رشد کارتوشکا پروری همه راهبران مسئولیت خیلی بلند را احساس نمایند. در خواجگی دهقانی سامانیان جماعت دهاتی لایق شیرعلی رئیس ولایت سوخت با رفت نشء و نموی کارتوشکا شناس گردید و تاکید نمود که در این خواجگی با مسئله آذوقه‌دهی و کشت کارتوشکا نسبتا توجه بیشتر است و خواه ناخواه دهقانان این خواجگی حاصل خوب به دست می آورند. مورد ذکر است که در جریان سفر کاری به شهر پنجکین رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده از جماعت دهاتی یوری نیز دیدن نمود. اینجا نخست او با فعالیت یک خواجگی دهقانی شناس گردید که از طرف سروری آن برای تامین آب نوشاکی چاه کنده شده همزمان جهت نشء و نمای کارتوشکا تدبیرهای علاوگی اندیشیده شده است. مورد ذکر است که در جماعت دهاتی یوری به استقبال سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابد. با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و دیگر نمایندگان ساحه گوناگون با فعالیت ورزشگاه خرد بازی فوتبال حسن آغاز بخشیده شد. اینجا اطلاع دادند که این ورزشگاه از طرف صاحبکار عزت‌الله رجبوف برای جوانان جماعت دهاتی یوری بنیاد شده است. ضمن یک جمع آمدی باشکوه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده جهت وسعت کارهای سازندگی و آبادانی در قلمرو کشور ولایت و شهر پنجکین سخن گفت و به اقدام صاحبکار عزت‌الله رجبوف بهای بلند داد. در دهه یوری رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با بانوان جوانان و نورسان یک صحبت آشکار و صمیمی
انجام داد. اینجا خوانندگان از اشعار استاد ابو عبدالله رودکی، میرزا ترسوزاده و لایق شیرعلی پارچه‌های شعری قرائت کردند. مورد ذکر است که در دهه یاری باز یک انشاءات ضروری مورد استفاده قرار گرفت. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با همراهی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با فعالیت پل زمانوی در مرکز دهه یاری آغاز بخشیدند. این پل از طرف صاحبکار حکیم خادیروف ساخته شده. آن برای حرکت نقلیات و آدمان در این دهه همه طرفه مساعدت میکند که برای چنین اقدامی سازنده در عرصه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده به صاحبکار حکیم خادیروف و مردم سازنده جماعت دهاتی یاری عرض سپاس خویش را بیان کرد. در جماعت دهاتی خلیفه حسن رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با رفت نشأ و نمای کارتوشکا استفاده آب و زمین شناس کردید. اینجا رئیس ولایت به راهبران مسئول جهت استفاده عاقلانه آب و زمین ایرادهای جدی خویش را بیان کرد و بار دیگر اظهار داشت که باید در قلمرو شهر پنجکین جهت استفاده عاقلانه زمین و تامین آب نباید مشکلی باشد و باید اینجا در مد اول مسئولیت شخصانی که در ساحه کشاورزی راهبری میکنند بیشتر با مشاهده رسد. در خواجگی دهقانی به نام تایلانوی جماعت دهاتی سرس با رئیس ولایت سوخت اطلاع دادند که در این خواجگی نیز سال روان با ساحه کارتوشکا پروری دقت کلان داده شده. سهمداران تصمیم گرفتند که در برابر استفاده از آبهای خودجاری اینچنین با آماده ساختن چاه‌های گوناگون زراعت‌ها را با آب پالیزی تامین نمایند. اینجا نیز رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در برابر پیشنهاد توصیه و مصلحت‌ها به مسئولین بعضی ایرادهای جدی خویش را جهت اصلاح کمبودی‌ها بیان کرد. در جریان بازدید از شهر باستانی پنجکین رئیس ولایت سوخت با رفت کارهای آبادانی و سازندگی نیز توجه ظاهر نمود. برای رئیس ولایت سوخت پیرامون وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در نسل بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین از نوسازی میدان شاه اسماعیلی سامانی، بنیاد میدان پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه‌های آن پیشنهاد گردیده اطلاع داده شد که کارها امروزها با سرعت دوام دارد. در این انشاءات رئیس ولایت سوخت با رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر مسئولین دستور داد که باید همه کارها از روی لایحه با نظر داشته طلبات زمان معاصر و در مدت پیش بینی شده مورد اجرا قرار داده شود. دیگر از انشاءاتی که رئیس ولایت سوخت از آن دیدن نمود بنیاد مجسمه کتاب در چهارراه‌های قسم غربی شهر پنجکین می باشد. اینجا نیز رئیس ولایت برای سری وقت و با یک طرح زیبا و از روی لایحه مورد استفاده قرار دادن این انشاءات را یک تحفه خیلی ارزنده با مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرد. دیگر از انشاءاتی که رئیس ولایت سوخت از آن دیدن نمود ادامه بنیاد بینای دوم تولدخانه مرکزی شهر پنجکین می باشد که در اینجا نیز اکثر کارها در عرصه انجامیابی قرار دارند. تاکید شد که انشاءات مذکور در عرصه 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده خواهد شد. باعث خوشنودی است که با اشتراک رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده در یک قطار کوچه‌های شهر باستانی پنجکین کارهای تعمیر و ازدالسازی و اسفالت پوشکنی با سرعت آغاز یافت. رئیس ولایت و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر مسئولین دستور داد که باید برای هرچه زودتر انجام دادن آباد و زیبا ساختن شهر باستانی پنجکین مخصوصاً از نوسازی و اسفالت پوش کردن کوچه‌های آن و اینچنین کوچه‌های دیهات تمام تدبیرها عملی گردانیده شود.
натиҷаҳои ҷамъбасти боздиди кори раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода дар як маҷлиси васеъ бо иштироки фаъолони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ баргузор шуд. дар ин ҷамъомад раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода оид ба фаъолияти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳри Панҷакен гузориши муфассал дод. сипас аз тарафи раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, раисони ҷамъиятҳои деҳот, корхонаву ташкилотҳо ва масъулини соҳаҳои гуногун мавриди пурсишҳои ҷиддӣ қарор гирифта, раиси вилоят барои ҳарчи зудтар ислоҳ кардани камбудиҳои ҷойдошта, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва махсусан рушди соҳаи кишоварзӣ, сари вақт таъмин намудани нақшаи кишти картошка ва дигар масъалаҳое ки барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакен зарур мебошад, дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошт. гузориши Аббос Ҳамосода ва Нигмуҳаммад Мирҷонов аз ҷараёни сафари кории раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳру деҳоти Панҷакен.